به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز تصمیم گرفتیم یک جای با شما از استفاده یکی از کتاب های به نهایت پرمعنی، از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنی آن در روش تفسیر میسر با زبان تاجیکی صحبت با شما داشته باشیم. خیلی زیاد سپاسگزارم اون برادری که این ارمغان این کتاب را برای ما تقدیم کرد. واقعا از خودمون چیزی نمیگویم. هر چیزی که این لحظه برای شما پیشنهاد میکنم از استفاده همین کتاب است. و تماشابینان عزیز، بار دیگر یادرس می شوم. من یک گوینده هستم، ژورنالیست هستم و آن چیزی که این لحظه شما تماشا میکنید و آن چیزی که شما میشنوید از کتاب قرآن کریم است و آن را من عیناً میخونم. بعضاً شاید بعضی نفران آن را معنی داد کنند، اما به خاطر آن که نقص یگان خطاگی ما به آن راه ندهیم، از این خاطر معنی آن را نیو بلکه عیناً میخونم. و واقعا من میفهمم که تماشا کردن و گوش کردن معلومات زیاد نیز آسان نیست. از این خاطر برنامه را من کوشش میکنم تقسیم بندی کنم و وقتی خودمان را به خاطر به دست آوردن یک معنی خوب و با زبان تاجیکی شیوه آسان بیان برایتان خوانم تا که ما درک کنیم آن چیزی که از آن تقریبا هر روز استفاده میبریم. یعنی معنای قرآن کریم را یک جایه با شما اگر فهمیم درک کنیم، من فکر میکنم که البته خیلی و خیلی آسان می شود خواندن نماز یا اینکه تقوای انسان، ایمان انسان از دانستن معنی قرآن کریم زیاد می شود و امید از الله می کنیم، چون ما و شما سبب ها را اجرا می کنیم و الله سبحانه و تعالی اگر خواسته باشد هر یکی ما را برای راستی هدایت می کند و می توانید شما نوار ما را به نزدیکان خود، به دوستان خود فرستید. حتما که شما نیز در اجر یک جای با ما شریک می شوید انشاءالله. به نام الله بخشاینده و مهربان. الله تعالی قرآن کریم را با تمام حرف و معنایش بر رسول خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده است و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای جهانیان رحمت، مژده دهنده، بیم دهنده و به فرمان الله همه را دعوت کننده به سوی عبادت اوست، یعنی الله است و نیز برای مردم چراغ تابان است. و اکنون شناسایی مختصر درباره قرآن کریم. قرآن کریم به طریق وحی به تمام لفظ و معنایش بر رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. قرآن در کتاب نوشته شده و به طریق تواتر، یعنی پیهم از یکدیگر
به دیگر نقل کرده شده است و تلاوت آن این خود عبادت است. الله تعالی وحی را که بر رسول خودش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده است، آن را قرآن نامیده است، چنان که در سوره انسان آیت 23 می فرماید: هر آینه ما قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده ایم. شأن و شرف و بزرگی قرآن این است که آن را هم خوانده می شود و هم تلاوت کرده می شود و نباید آن از خود دور کرده شود. الله تعالی قرآن را کتاب هم نامیده است، چنان که در سوره نساء آیت 105 می فرماید: ما این کتاب یعنی قرآن را براستی به تو نازل کردیم. و نیز شأن و شرف و بزرگی قرآن این است که در کتاب و صحیفه ها نوشته می شود ولی به احترامی کرده پرداخته نمی شود. الله تعالی قرآن کریم را با چند صفت نامور کرده است: فرقان، ذکر، هدی، نور، شفا، حکیم و موعظه و نیز با دیگر صفتهای ذکر نموده است که دلالت به بزرگی قرآن کریم می کنند. در عصر صحابگان کتاب قرآن را مصحف هم می نامیدند، زیرا بر صحیفه ها نوشته شده بود. قرآن کریم این وحی الهی است که الله تعالی آن را به واسطه جبرئیل علیه السلام بر دل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرود آورد، چنان که در سوره شعراء از آیت 192 تا 195 می فرماید: و هر آینه این کتاب نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. 193 آن را روح الامین یعنی جبرئیل علیه السلام، فرشته گرامی قدر و بزرگ است که وحی الله را به پیامبران می رساند، نازل کرده است. آیت 194 بر دل تو ای محمد تا از بیم دهندگان باشی و به وسیله آن مردم را هدایت نمایی. 195 به زبان عربی روشن که بهترین زبان هاست. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در این امر از پیامبران نو آمده نیست، زیرا پیش از این هم برادرانش پیامبران گذشته علیه السلام بودند. بر همه ایشان یعنی پیامبران گذشته جبرئیل علیه السلام وحی الهی را فرود آورده بود. الله تعالی برای این امانت بزرگ کسی را که خواهد از بندگانش پیامبر اختیار می کند، چنان که در سوره حج آیت 75 می فرماید: الله از میان فرشتگان و مردمان رسولان اختیار می کند. البته الله به گفتار بنده هایش شنوا است و به همه چیزها بیناست. او خود داناتر است. چه کسی شایسته و سزاوار این امانت بزرگ است، زیرا آفرینش در اختیار اوست، چنان که در سوره قصص آیت 68 می فرماید: پروردگار تو هر چی را که بخواهد می آفریند و هر
هر کسی را بخواهد اختیار می کند. تماشابینان گرامی، اینجا برنامه اولی اودیویی ما به پایان می رسد و من کوشش می کنم MP3 انا همین برنامه را در تلگرام نیز جایگیر کنم و هر وقتی که شما پیدا میکنید، وقتی خود را ضایع نکنید و استفاده برید از آن غذای معنوی که ما برای شما پیشنهاد کردیم. در واقع این کتابی که نوکک من از آن برای شما در مورد نزول قرآن نقل کردم، واقعا کتاب خیلی نادر است و به نهایت با معنی آسان آمده است، یعنی که برابری تماشا کردن و برابری گوش کردن به یگان مشکلی شیوه تاجیکی خودمون را البته که میفهمیم. و پگاه حتما من باز برنامه دیگر را برایتان تقدیم میکنم انشاءالله و آن در مورد نزول قرآن کریم خواهد بود. الله هر یکی شما را حفظ کند و در پناهش نگه دارد. خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می‌خواهید شبکه‌های ما را دستگیری کنید؟ می‌توانید از متخصصان کسبی شبکه حکمت گرافیکای ویدیویی درخواست کنید یا ترجمه متن‌ها از زبان‌های انگلیسی و روسی و عربی به تاجیکی، ضبط کسبی آواز و دوبلاژ نوارها. همچنین می‌توانید رکلام مال و محصولات خود را در شبکه‌های ما جای دهید. برای معلومات مفصل به واتساپ و ایما نوشته کنید. دستگیری شما بهره بهبودی فعالیت ماست.